چجوری عکاسی بکنیم؟ عکسای خفن، اونم با گوشی. خیلی ساده است. اولین کار، اولویت، لنز گوشی رو تمیز کنید. چون هر چقدر تمیزتر باشه عکستون شارپ‌تر، واضح‌تر و قشنگ‌تر میافته. تازه نکته مهمتر اینه که وقتی شما میخواید از حالت پورتری استفاده بکنید، نیاز داره که یه تصویر شارپ داشته باشه تا بتونه سوژه رو انتخاب بکنه. ویدیو دیدین؟ من پشت به نور بودم، الان شدم رو به نور. شما فکر کنم فرقش رو همین الان متوجه شدید. پس نکته بعدی میمونه پشت به نور عکاسی نکنید، رو به نور عکاسی کنید. سوژه باید رو به نور باشه. بچه درست خود دوربین گوشی قابلیت زوم کردن داره، ولی سعی کنید که کیفیت دوربین رو فدای تنبلی نکنید. اینو واقعیت دارم بهتون میگم. وقتی که شما دارید زوم میکنید، اگر دوربینتون قابلیت زوم داشته باشه، یعنی لنز زوم داشته باشه، خب اوکیه، طبیعیه زوم بکنید. چرا؟ چون لنزشو داره. ولی اینو در نظر بگیرید که شما هر چقدر از قابلیت زوم بیشتر استفاده میکنید، زومتون میشه دیجیتال و زوم دیجیتال طبیعتاً کیفیت رو میاره پایین و این افت کیفیت باعث میشه عکستون خراب بشه. کادر هر چقدر ساده تر زیباتر. کج نگیرید، صاف بگیرید. کادر هر چقدر ساده تر باشه، هر چقدر المانای داخل قابتون کمتر، ساده تر، مختصر، مفیدتر باشه، جذاب تره. پس ساده عکاسی کنید. الان همین رو نگاه کن، کجه، حس بدی میده، ولی الان نگاه کن قشنگ شد، ساده، جذاب، زیبا. اگر حس میکنی که با تک عکس کار در نمیاد، عکست قشنگ نمیشه، چند تا عکس پشت سر هم بگیر، قطعاً یه دونش خفن میشه. اگر دوست داری دیدت نسبت به عکاسی فیلم برداری عوض بشه و اصول قاب بندی رو یاد بگیری، یه سر به پلیلیست فیلم اسکول من بزن، لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم.